ما به شما یک تحفه میتم. ماشاءالله شما بسیار با استعداد. یک شعر هم میخوایم بخونم براتون. از شعر پیشتر ما چی میتم؟ نه خیر لازم نیست این کارا. نه این تحفه است برای شما. نه خیر دیگه لازم نیست. ما جوانان را تشویق میکنه. شما پیشتر بسیار تشکر از شما. آیا مثل این جوانهای موتور اسپورت را هم تشویق میکنین؟ بله بله، وظیفه ما است. ما کوشش میکنم که همه جوانان را تشویق کنم که اونا به پای خود استاده شوه و کار کنه برای افغانستان. بسیار تشکر باش که من یک شعر براتون بخونم. مهربانی. خب من اینجا ریشه در خاکم، من اینجا عاشق این خاک، اگر آلوده یا پاکم، من اینجا تا نفس باقی است میمانم، من از اینجا چه میخواهم نمیدانم، امید روشنایی گرچه در این تیرگی ها نیست، من در این دشت خشک تشنه میمانم، من اینجا روز آخر از ستیغ کوه چو خورشید سرود فتح میخوانم و میدانم تو روزی باز خواهید گشت. بله، همه طور جوانا را تشویق بکنین تا که از کشورهای دور بیاین پس در افغانستان و این شعر خاص بر اونا است که دوباره بر